چه کردن اما جان؟ چا کردم با من پرسی چیکار کردم؟ تو چی با من تلفنت میکنم تو تلفنی من جواب نمیدی در زنوکی من؟ ایوی خاکین مریم بشی مریم. یا که خیلی نکنه مریم بندش در مرا دست بگن من. که جاشا بقف من باید آی نه سر متین شما نمیتونم ما پیش بخپیره. نیت شما نیت اکی باریدی دور برو سایه. او فتیر دگی جای اوی برو من اکرم. آل سب سرخ میشم رفتیم؟ او چه خیلی رنگ بقای هیچ بای خیلی اومده вроде бы круглый بود از کشوری آفتابی، از دیاری نور و ضیا، از قلب تاجیکستان صاحب استقلال، دوشنبه شهر نازنین، به کل فارسی زبانان دنیا درود میگویم. با اومدن بهار گلفشان روحیه ایجادی ما هم باز هم زنده تر میگردد و ما تصمیم میگیریم گروه ایجادی کانال پیشصف برنامه‌های رنگین‌تر و زیباتر و تماشاباب را پیشنهاد شما نماییم. اشتراکچی نوبتی برنامه یونیورسال لیدی یعنی بانوی پرهنر چه کردن اما جان؟ چا کردم با من پرسی چیکار کردم؟ تو چی با من تلفنت میکنم تو تلفنی من جواب نمیدی در زنوکی من؟ بله، مریم علیمزاده، هنرمند جوان، نقش‌آفر بسیار جالب در فیلم خسور من. این زنی تو ای خودی بد رفتگی ای اما گپ گردانی میکند میفهمی؟ اما با یک خوشخبر برنامه رو شروع میکنیم. تی بانک بهترین بانک در قلمرو روسیه برای خارجیان اعتراف شده است. در این بانک واقعا هم میفهمند که آدمانی که از تاجیکستان به روسیه برای کار و زندگی میآیند با کدام سوالها و مشکلی‌ها روبرو میشوند. برای گرفتن کارت دیبت بلک از تی بانک داشتن شهروندی روسیه یا شماره تلفن روسیه لازم نیست. این نه تنها یک کارت جالب و با ارزش بلکه امکانیت استفاده از تمام اکوسیستمی برای خارجیان آفریده شده می باشد. مثلا شما به روسیه آمدید برای قانونی زندگی کردن، کار کردن و استفاده علاقه موبیلی شما باید معلومات نامه بیومتری خود را پیشنهاد کنید. عادتا رفتن به مرکزهای مخصوص، انتظار شدن، نوبت گرفتن و پر کردن حجت ها وقت زیادی را می گیرد. اما آنهایی که از کارت دیبت بلک تی بانک استفاده میکنند این خیلی آسان است. اگر شما سیم کارت تی بانک گیرید، نماینده به نزد شما رفته در پر کردن همه حجت‌های ضروری کمک میکند و در وبسایت خدمت رسانی دولتی شما را ثبت نام میکند و معلومات بیومتری شما را میگیرد. در این راه شما وقت را صرف میکنید و همه چیز را در یک واخوری و در مکان موافق برای خود انجام میدهید. شما در روسیه کار میکنید و منتظم برای نزدیکانتان در تاجیکستان پول میفرستید. شما میتوانید این کار را به آسانی، زود، فوراً و با پول محلی خود و بدون کمیسیون با استفاده از برنامه تی بانک انجام بدهید. شهروندان خارجی که کارت بلک را فعالانه استفاده میبرند امکانیت بیشتر تصدیق کارت کردیتی را نیز دارند. برنامه و پشتیبانی مشتریان بانک با زبانهای گوناگون شبانه روزی دسترسند. شما میتوانید همیشه درباره همه گونه خدمت رسانی های تی بانک که زندگی و کار در روسیه را آسان‌تر میکنند مشورت گیرید. پیوند توصیفی از بهترین بانک برای خارجیان در روسیه کارت بلک گیرید.
اشتراکچی نوبتی برنامه یونیورسال لید رو از روی SMS پیام های شما، کامنت های شما انتخاب کردیم. بله، مریم علیمزاده، هنرمند جوان، دارنده جایزه تاپ 50، نقش‌آفر بسیار جالب در فیلم خسور من، مریم علیمزاده. استقبالش میگیریم. سلام علیکم. سلام علیکم. مریم جان خوش آمدن. سلامت باشین. از دیدارت بسیار شاد هستیم. تشکر زیاد. بسیار شیک. تشکر زیاد. مریم رو در فیلم خسور من یک نقش‌آفر بسیار کلیدی است نقشش و همیشه با یک وقار مخصوص، با یک چهره از زمین و آسمان ناراضی در این نقش است. لیکن من فکر میکنم که بیننده های امروز ما مریم رو چهره اصلیش رو در برنامه بانوی پرهنر میبینند. خب ما از مرکز شهر دوشنبه، شهری زیبا، شهری پرنور، شهر عشق، شهر آرزوها می رویم به یک دهه بسیار خوشمنظر این وطن آباد و آرام و هنرهای مریم علیمزاده رو در برنامه نوبتی یونیورسال لید با هم میبینیم. درست است؟ البته منتظر شویم. می رویم. جای دلنشین. بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. خب از ما انیق میغلطم. نه نمی‌غلطی. ایرا بین راه ای خیلی هاخی. بسیار قشلاق خیلی از پایتخت دوره اینه که بگی که آبادی ربی مقصد که Да. همه خشرو کدگیان. نغز پستی و بلندیش بسیار. آخه قشلاق هم پسی و بلندی دوره که من سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. به سلام علیکم. السلام علیکم توایی. سلام علیکم. مریم، لبای. یکم سوال پیش از شروع کردنی برنامه. فقط سوالای سازم. سوالی ساز از یگان چهارچوبه بیرون است. همین درختی که میبینیم با فکر درخت چیه؟ درخت بید. همین درخت بید؟ درخت چهارمغز. همین درخت زردالو. نه، بازم نه. توت. نه. Так. خب Ol ne ol baynes ol bolуча نیست. خب چی درخته؟ سفیدار نه سفیدار خیلی. سفیدار نیست. زردالو نیست، توت نیست، خای چهارمغز نبوده است. این درخت سیب نیست، ای برگش درخت سیب میدونم. خب یا انا اون نه بی درخت. کدامش؟ من نه برگوش همین معلومه. چی درخته؟ بیا این با فکر میوه نیست. میوه. توت آخی. نه به حد یک میوه زوری. زردالو. نه. خرما. نه. توت اگر نباشه. یک میوه در شناختن یک میوه خغماندو دستی تو. نه آخی من درخت میوه را کی جا میشناسم. من فقط در بازار دیده چینده خوردگی خریده خوردگی درخت چای کی جا میدونم میگه. مادر میگه میوه را بخور باغبان شنا پرس. چی باشه؟ نه استن من فکر کنم باید بدونم. اگر بیاوی یگان توفه از جانب کانال پیشرفت میشه. خیلی نمیدونم راستی گپ. Сдаюсь. Стоп, да. Барочки همه ناک.
من نوک گفتم نگفتی نوک خدا قسم یه بار گفتم سیب نوک باید ما پول زبسم میبرم Хорошо. نوک نگفتی نه که یه بار گفتم نه اوز ما زبسم میبرم میگه اوز بچه زبس کردن در کجا زبسم میبرم آخی. نوک ایمن نوک نگفتی آخه اینو اکای بحریدین در حقیقت حال ما درختی نوک هیچ وقت دیدگی نبودم ما درختی زردالو یا که سیب دیدگیم ها و کم بیش میشناسم بینم ای دور اگر خای ها و من نوک در بازار دیدگیم فقط این همین درخت نوک به حد خشرو نه که باید آدم همه چی را بدونم بدونم دونستن خوبه بله دوستانی عزیز خیلی نفهمیدم دوستانی درخت عزیز من فقط تیاره خور دوستانی عزیز ما رسیدیم به دهه نوآباد یکی از دهه‌های بسیار خوشمنظره که نزدیکتر به دهه مغمرود است یک از دهه‌های بسیار تاریخی از بالاتر ما اینجا اومدیم با یک خونه که بسیار برای ما پسند آمد فضای خانه ببینید چقدر خوشرویه نه قدیمی برای بله قدیمی است خونه قدیمی است همه چی در همون جای خودش دوستان عزیز برای مریم بانو 5 دقیقه وقت میدیم تا لباس خودش عوض کنه لباس کاری پوشه و برنامه رو رسما گشوده اعلان نماییم ما رو همسفر باشید بهترین لحظه ها رو با کانال پیش صف با برنامه یونیورسال لیدی و مریم علیمزاده ببینید سلامت باشن اینک با گذشت 3-5 نه با گذشت 10 دقیقه مریم آماده شد مرحمت بیا مریم انا من تیار بسیار آمدم به لباس جالب این تقریبا دایتون هستن 95 96 سال تماشابینونه که میدونن ایره نامش نمیدونن که چیه نامش نمیدونن این سالای از 95 تا 98 تا 2000 ما این متریال یکی از بهترین متریالایی که ماده بود همه میپوشیدنش ای گرفتی ایره ای خدا رحمتی ها چمه به حد زیبیده خشرو بسیار شینم زیبا ما در دهه نوآباد قرار داریم بخش اولی ما برای این خاندان مریم از دهه دیگری آب می‌آورد با سطل بخش اول شروع می شود خواز بینای ما ایره انیق ایک طرف رو ورده نمیتونم بیا یگان سطیلی مایده تر نبود نه ای قشلوق دام خیلی سطیلی کلونه با خدا من نمیتونم با فکرم انا او تو که زینب غمیتی انا حالاتی کار دیگه زینب غم نمیتیم دختر حیاتلی را دیگه غم نته ما قصد تمام تماشابینا را میگیرم امروز ایتا دختر حیاتلی را سرش تراشیدن در کاره اینیت ای کم تر مونو نه بیا جا میتونی بیا ای با خدا کو مردم یا سطیل شم نه دتا بیا از بغلتون نمی غلطی تا بیا کم تر دم بگیرم نه بیا نه پایان دادم بگیر برا بیا ای مردم بیا رفته بیا کمش مون این همجا قینه بیا های عرق کدمه بیا پاچام لرزه درام بیا اولی بیا لی بخش اول اولی بیا ای دستم به خدا نمیشه دیگه بیا ای دستم شکسته بیا اگه بردین 2 مینوت مانو آخی ای مردمه آز من چه خیلی میپرم خان تا بذار ما به خدا اجداد نمیکردم که با ایجاره خیلی من پاچام لرزیده است من انتظار نبودم که میتونی همیشه
بیانم من خیلی برداشتن نمیتونم با فکر میشم یاد گیر خیلی یاد گرفتنش مایلی و رفته نه که پریدن نمیتونم من دو تا بیا. ساعت تلقاتی ها که باریدین پاچم تا نخره یردم میتونم های نمیتونم پریدم میتونی بیا تو در زندگی یک کپرکای پریدگی که جا چیه من در زندگیم فقط هموار را گشتگیم تمام بیا رفتیم اجاره ده هم ای میگم بخدا میغلطم ما که باریدیم نمیغلطی های من پریده ریال نمیتونم може дай طرفتر بیام میشه نه اینجا پستره وای بس مانم یامینو نه بیا داریم در روزه رسید بیا دستم شکست من دیگه زینب غم نمیتیمه ای که بیا. باریدی ای مردمه بیا این اینجا بیا مون تمام ای بالا میبرم این بالا زمین دمانده نه برو دم برو با خدا دست پام لرزیده است برو دم چی گپای ای ترشدمه چی با قاقم میتین اولی بخش چی گپای من چی گناه کردم که رفته تو گناهی که تو کردگی کو یگم کس خالی گناه نکرد دست او دختر بیچاره را او قدر غم دادی در کینو ای دستم غلطیده مردم دستمش من قریب ساتیلا پرتم سیامکای گفتد وای نکنم نه آفرین در بخش اول ای بخدا آفرین میگم من انتظار نبودم که با مو یک برداشتن از پیش چشمه از قشلاق توی قشلاق با یک برداشتن میورد من قصی همه شما را امروز ای بخدا از مریم میگیرم که دیگر زینب غم نتد مریم بیچاره نتوان بینی نکند در زندگی مراسا کند سازش کند یک زندگی آباد و ویران نکند بعضا امروز میتونیم که عمه ها بعضا قیسینگل ها میتونن که سبب شوند که یک زندگی زیبا و ویران شود میخنه اگه باردین چوای که بیرحمین دستم بخدا من افتاد از ساتیلا میپرتم آخه خیلی ای پشت سیامکا همین وای ننگ نشوم. ناموس کردی و اومدی آفرین برای یک وای برداشتن استاتیل از لب چشم از دیگه ده به اینجا اومد بهایش رو در بخش اول 5 میگذاریم این بخش اول بود میگذاریم به بخش دوم برنامه اکای باردین بیرحم بار دیگر به کانال پیشصف خوش آمدید برنامه های بسیار جالب و دیدنی رو در کانال ما شما میتوانید هر هفته هر ماه با اشتراک گلدختران زیبای وطن تماشا کنید مخصوصا برنامه یونیورسال رو امروز شما با یک هنرمندی که در فیلم خسور من یک نقش بسیار بعدم گویم خطا نمیکنیم شما الکی میدونید کلینی نو خیلی اذیت میکند مریم چه کردن اما جان؟ چا کردم با میپرسی چیکار کردم تو چی با من تلفنت میکنم تو تلفنی من جواب نمیدی در زوانوکی من تو با کی شدی امروز مهمونی برنامه ما است اشتراکچی است من شما رو خیال میکردم در خارجه خوندگی با خودی انگلیده آدمی با سواد میفهمیدگی در بخش دوم انا همین حولیچه بسیار زیبا رو که از این درخت نوک بزن و یا ریخته است همون بوته هایی که بعد از گل کردن می شود میرود تازه میکند مودم مرحمت هم اول ورده که سطح قطع اینجا را میشپی تازه میکنی میروی این بخش دوم می شود رفتیم همین آوا کمتر کنم نمیشوم خیلی کم شده سیخدش سبکتر کم میشوم کم بو پشتری بد نکه دا دور دور برای که سمنت اینجا حولی خاکی میبود بعد میکردی تا پایان ازانم ها بله ها دور کمتر که این ای خیلی ها تری بد نکنی ها رفتیم عادتا حولی که خاک چنگ دارن انوارا میکنن نه خیلی به هر حال خوب است بیا چنگ شما میگیره نه جورا کن ایش کار آسانه دختر چکان ها دختر حالی شکانه مروه ها بسای ها این اینجورم شد تمام اوی دست
عشقت دستم قطع کنم محلی نه چپ قطع نمیشه این بچه چای کدن نریزم بوده کدن آنا تمام آنا که جروبا خیلی میگیره میزنن خیلی کرتخام قاقشید آنا ناو درست کپیدستی او مالادش آفرین ولی یاد میگیرم تا پایان very good very nice آها آفرین رفتیم آز دستان وای میکنم اوبلا آه هم بوی خاک ماده مخوله کی از زمین زوری بده این خیلی تو یک حولی را میروی که آبه دیروز میشه کتا کتا برو آخی میمونم موسر چند در جا ششتا تلفون تفتنه میرو بیم وقتی خش میگذارن بله بله با اینجا گنجشکک ها چیر میکنن یک کافه چای کپوچینو کپوچینو یک کافه چای کپوچینو دیگر باشه یاد گرفته استما که خواه این طرفش آب نزدم هیچ نمیکنن اکی بردین چی وقت جستوکیه ولی با هم اشتراکی قطعا مهربانانه گپ زد دوستان ای خدا من نمیرم بخش دوم بسیار یک بخش آسان یک بخش بسیار سبک بود این بخش را با سربلندی مریم پس سر کرد میگذاریم به بخش سوم بخش سومی برنامه بخش گاودیشی است شما میدونید که بخش گاودیشی یکی از بخش‌های اساسی لایحه یونیورسال لید است و اینک مریم اومده است که با سربلندی این بخش را پس سر کند بخش جانبرایی رفته آی بیا اکی بردیش ما به پروا اما اینجا میره یاردم ممکنه خواه ساتیل مرا برای تو باشه بند شوی که های من در آمدن میتونم وی وای رنگ بقا های گوهم خیلی های گو دیگر خیلک های دیگر خیلک نیست وای معلومه تنتک های خیلی جرتک چای هلو آنا آنا رحمت برا و خدا او مرا میزنه که بردی او را بین نگاه داره کنیش ما بار برم پیشش یکم وای میکنه ما جای تر آوردم که تو بودی چی رفت خیلی که دروگ مرا بزنه ما هیچ گپ نداره همین خودمو را زد نمردن رفت نه یکم خنده مریم و خدا وای گاو کو مرا شناختی من صاحبش نیستم رفته گاو چه خیلی رنگ بقای نت ما به خدا نمیتونم که باردین یکی از من نمیتونم ریال نه من نمیتونم پیش او گاو را برا بگی بانشه با ایجا را بیو دلم بیازوش مریم مو ایده ایجا با برا او قچرکی نایکی او گاو بیارن دمیشوی میشه با برا چرکن برا مریم نیت مریم تو کسره به بخ گارین رفته با فهمیدیستم نه که من نتونستم آخه پیشی وای رفتم او بندش با یوسف بوده او برو سه بانشه وی که و خدا که وای پریامیم خیلی تیاره مرا بزنه یا بسم الله مریم وقت زیادی باد رفته سای که باردین او گاو نیست ای سینه اون گوه کنی سینه این او بریم نداره اوتی میبریم این گو بوده گو رفتیم این همین بریم جا او میتیم رفتیم کنی ای بقا ها این بقایی بریم گو میکنیم آخی گاوی خیلی نمیشه و آخی خیلی این درس که چای خیلی این درس این درس میره باید بریم آنا اکی باردین بیاد کسا خیلی روی ما هوی این میکنم پروسه اینجا برمون واوش میتیم من صد فایزه باری دارم که همین کراچی خیلی نزدیک مانده مرا بزنن وای وای در جای خودش استودگی چخیت نه ای نت او
چی خیلی شدیستای خاله مریم نغمه نکن عصباش در رسیده مالی چی کاره میگم بینیم اینجا را میروبم تازه میکنم میشون دیوارش میشون گاوا نمیرسم مریم بسیار نکن رفتیم خیلی بیا پیش گاو بریم ایرا بگیم میبریم بیرون دا اوشمته میاریم جیز دیلیم مریم با ایرا بیرون دا باز اوشمته میاریم شا این همه از من برم وای مرا دو شاخش قطع بزنن طول ایدر ندارم شما ماده چی وقت نمیترسین فکری بد نه کرده شما نمیترسین وای مرا میزن مریم تا ایدر ندارم ماده چی وقت فکری بد کرده مریم خیلی خلا یک گودک مقطع بگیره ما میدونم خطیت برا بیا برا نه مریم او چی خیلی شد علف قطع بودم ایرا میبریم بیرون دا اومته میاره میبندیمش میگم برا مریم ما چی باید بخار؟ ما الخیر نمیبریم ستیل او دا پیش دا او پیش بند شما بخور. نمیبریم شا نه امیر دا پیش برمون بخیر انیق میزند یه آدم مریم وقت کاره نیز رفته سه آخی رفته نمیتونم که برد اینجا اونجا دلم به خدا شوریدن دا درامد بوهای دا اینجا مغزم رفتیم. میکفه رفتیم نیه نظر ما جانکی من تو با آب آوردم یا بسم الله الرحمن الرحیم ای نیت ای بستگیه یا خب بستگی وای نیچ کنم میکنه با انقدر چرکینی های که رفتیم وای یک بستگی جا منو میام جا برا پیش بندش دم وای نمیزنه ای ای آدم ها چه میروم پیشش برا تو چول وای وای دا دانه. چیوا عصبی های کو پریم خیلی رفتیم شما میخوای مرا بزنم؟ نه من نمیخوام تو خرابته دا بریم گوه بچشیم وقت رفته است مقصد شما باوری دارن که این نمیزنم نمیزنه او رفته نمیزنه وای بستگی های خی مریم وای بینچ خیلی های عصبی های برا نه برا بسم الله برا نیت نکن اخت نغمه کدسی مریم برست از من اخت پیش بابا این میزند برای موی خیلی بستگی مریم بستگی اخت نمیزنه رفته آخی گاوه در درونی 4 دیوار با چوبه میبندن برا ای نیت این وازی وی میشوه مریم من قدیلم پره که بستگی های او بستگی ایو یا بسم الله الرحمن برا ها نزن من جانکی من ای قفاش میگردانم میزنم برا رنگ مولسی کن به خدا بیا در پوشه موزه که وای دیوانه شه ای از من میچرتم مریم نزن من جانی من میمورم شا ها نمیخوام دوستورش که ای جان ایرا بین قبالا پوشا میگردن ای خیش زدنی ای ای ما دا اکلیو زیادتر ای به خدا ای بلا های ای نیت نه میکنه اوزی ای وای میکنه جانی من یاره من دوست میدارم خیلی وحشی مخدا این کدا میشه؟ الان بنده را بگی برو باشه نبرو زانی من بیا اشلی من خیلی با مزه چه های ایش هوی میشه واپا ای دست بیا پیش چه بیا شست رازو سر بته پیش چش بیاره ای همیه سر بته پیش چش میاره وای خودش میشناسه بدا که خیلی باشی دوشه خودش میشناسه بدا این ایراد بگیره نیجا این صداگه بری چه رفته جانی من میمورم شا بیا من هیچی نمیگه رفته وای کوی خیلی دارم میفهمه بگانه مخی اپا او که جای با اهلایوز کاری بزنم جانی من شانی من رفته من تاچ نه او رفته نمیتونم امی جو دا بشی بشی مریم دلم به ازور شده که
حال چیکار کنم اول بشی بقپوشه دستاتو ترک بشی ایده دهنو میزنه آخی ایره بین ایره باید بشون اونجا بشی ولی من میگم چیکار که بشی همجا و سگ بقپ اول ایره ببنده نمیشوه بس سرگیه مریم نه پاچه و دستشه من بقپون که جیغ میزنم انیق بقپ که بیاش ما بقپن مریم جانی من بیمورم شه زلوشکه ما گفته بشی زالشکای من رفتیم نخونه تونوم همه تو آدم همه کار باید بتونم نقده پیش راجع به دختر смелее ما кам тарихали нарасиде стой смелость не хватает این اینجاش چرکینه اخی بشی بجوش تازه که اجاره بشی تازه که بجوش این اینجا رو تازه کنم ها نمیشه بساله چه چشم رفته از من آب بزنم خوش چشمش چشم مونندید قخشری چکیه نه که چش موننده یا به حد کپی و چشم خوش آدم دا چشم چش مونند نمیشه ایو مریم اینا باید بشون اینا میشون ولی بشی اوله بار بقب ساعت 3-4 شده دختر یه بار ختم بیاین کنی میتونین قپیدن مریم وظیفه تا رفته خیلی پراست من بسنجم کنی در حقیقت همی گاه من جوشم ای در بیرون با فکرم باشم من میتونم بای کار آوشا پرتم خواهی ولی همو گو برای همو جوشیدن همو میگو در درونی یا که بشم شاید بگی دادری او بگی دا اوجا بشک بشو خیلی بسم الله بشی همونجا دا من شیشتا نمیتونم اکی نیت مریم که بردین جان جنگم نکنه ناخی نمیتونم اگر بتونم آوای پشتا فراوردم کن از این کفاندن نیست نیم ساعت گذشت مریم آوی قبیسیار ای یا بسم الله هم بخب و خیلی نغمه نکه گو همه ترونی بخب بخب ایستا در گو تایر که بجوشی رفتیم ایرا پارتون جه پارتون نه یالی را بجوش آخی نشتای بجوش تازه که بشو امورا بخب دستت بشو مریم ای بابا بخب بشو نیت ای مریم بخب ای نزند من دیدگیم گوچخه خیلی میزنم مریم خپی دیگه بخب برو هم بخب که خیلی نغمه نک میزنه بخب ایرا پارتون نه یالی بخب برو خشلو بجو بخب بشو انم بشو وقت بازی که نغمه بازی نکه گو قطی زیادت در دهنو میزنم باز ساز میشه خی نغمه کسی بخب سر از بخب تمام موشه ششتی بشو انا بشی بخب که وای چیکاری کردی نیت مریم بشم اینجا نیت بخدا مریم بشم اینجا زور به زور نکن بشی. خدا من جد دلم به زور شد بشی مریم من خودم میکنم تمام رفتیم. خودم میکنم از رفتیم بشی این خیلی چختکی رو بشی ولی تکشتا نرمالی آخه یکی مرا در دهنو نمیزن اپای برش ما بیم بقپن مریم قپی دیوزه ساتیلا مونم من ساتیلا میمونم من آخیوه ایستاده تیار که بجوشیش تمام بخپه که بشی خپیدم بشی مریم ولی چی با من خیلی هم بشی مریم مریم گوه نه تو رو بشی میگم ای خیلی چختکی نمیشه مالی بخپم چی کز که با بخپ مریم قپیدی ها ما بفتم میره بخپون یه همون لحظه قپیدی مریم چی با من را قپیدنی میشم خیلی مکنخشه یا بسم الله انا بشی اکا تمام بشی تمام اجازه داد بشی اکا
بشی مریم ایده دهنو میزنه مریم اوزی خیلی من میترسم که باریدی مریم خیلی دکدر بزه میه بشی اینا بریدن نمیشه دیگه بخش اساسیه برای بشینه خوب او آن امخی ها آن ایده سم برکه نه 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 مریم ایده سم بر نه نمیتونم مریم تموم و اجازه دادی دستم بر تموم دست شو شو میجوشی تموم رکورد میزنی مریم رفتیم اگه باردی نفسم گیری نفسم گیری کم تک چه کم تک بس نیست بوده تایگه شب خب شیر ودان سالا یورا خورد دو شب رفتیم بشو سکه بسک بشی ایوی خاکین مریم بشی بشی مریم انا یفتم بشی بشی اکا بشی 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 تمام بشی 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 شو مالادس آخه این نمیشه ها چی با ندارشی با پیش نشه بگی ها چی با وای نجنبیده تو پرده گرفته استی آخه میجم با گو نمیجنبا ای گفته تو به تو قطی کدستی ای چی با وای بوده تو طرف که این ای دارانه که وانا دورانم شب جوش ای گفت رفت اشتا با جوشیدن بگی مریم آخر من چه پیش نشه با جوش تموم رفت این امیره آی گوی بچورم من فقط ای میترسم این شوری دسته هی نیت او این چوا میپره اکی بردین دل مازی ای کار میمونه نه نرمال بره هی نیت خیریت پشه نیسته هی نه بره آفرین مریم نه او سطح از زمین مون آن آفرین بجو شکل دست پاچام درد کرده که به هر بردین دست جان بجو دو دسته تاچ نمیتونم نه بر بکر بر پاپرواز دست پاچای من درد کرد همین زنه که گوجیش ماهیر بودن تنشان بوده باب خیلی تمام رفتیم گوجوش ای نیت что такое نیت رفتیم و ایستاده و چه پشت نمیجنبونه آفرین مردم رفتیم بسم الله وای پاچای من درد کرد اگه بردین جان بس کام ترجم مالاده با خدا پاچم ای کار موند نیت آفرین آفرین دست پام لرزیده است در سال 2026 حتی 2025 و 26 گوجوش بهترین سال گوجوش عرقام بهترین ریخته سال است روی این خیلی کار قینه که هیچ وقت کردگی نیستم آفرین دلم زده است دستام لرزیده است خیلی با تا نیستم یکم بار بوده من نکن گاو هیچ وقت نجوشیدگیم یکم بار بوده آفرین اینجا اصلا گاو خوبه هنرت نیم گاو آدم هستی گاو جوش هستی آفرین بخش سومی برنامه باهاش 5 پلوس خطی کلاس و لایکاش آفرین مردمه با کانال ما کاری ابونه کنم. شوید لایک و کامنت فراموش نکنید این بخش سوم بود میگذاریم به بخش 4 تصمیم گرفتیم که در بخش 4 برنامه یگان خوراکی با مزه تاجیکی آماده کنند همه محصولات آماده است شروع میکند با آماده کردن قرطاب تاجیکی آچگی همه کسب با گروه ایجادی میزنیم مرا هم سفر باشید سالفتکای کاغذی نبود
قپیدن شد بگن یا بس سخت بزن شروع ببین ای کجا بزنم شد فرق نداره Ayağımın imiyormuşsun. ای آب اینجا او گیرم پرم فطیر ده بزنش یا بسم الله باه چه او فطیر ده کجای اوی برو من نکن ولی سب سرخ میشم سخت بزن شروع آه نفس میگرفت نانم نغلطه اینو قپیدگی اوزه یکی هم گپورا نمونه این یکی ای باین شرمندگانی عزیز نه بگرفته ما هم یا بدهن دیگه کلوش نبینم باید کلوش باید بخونه خطوشی دام بگیری وقت رفته است میگم نو غلطی свежий воздух نو غلطی اگه باردین خیلی رحم دارن در دیلتان کمترکی خیلی آدم هم بگه بشین کمتر دم خی بگی من را هم دارم این نان رجدت نمیکنه وای میغلطه سرخ میشه سیاه میشه خوردش پوش نمیشه دامنی من که اینجا رفته آها ده یا بسم الله الرحمن الرحیم یا خدا جان من دختر چقانم اوی از چقانی معلوم میشه نانم چسبیده روم سوخت آو میچوه نغلطیده استای اپاش آو این نانی من غلطید چقانم آخر کار به زب کردم اینا نگاه کن اینو کلینی خونه اینو اینایی مریم Може чапанама او немша? رنگ کشتیه چیه باریکه نگاه کنین Хай ҳичи اینا نگاه کن. номай охи. نانی Ира کلینی проста. خونه رحمت به پدر و مادرت انایی نانی مریم Ич вай хели омадай? Вроде бы круглый был. А может орешка? نه خیلی بود زدگی خیلی بودی چوی خیلی شید Нохи ай ман нонум хели буд. Гирд буд. همه خیلی چه Шума пайр орешка? Ай да. چیکارش کنم؟ Ҳамқа монда шидам. Ба худа. نه اولی موسم افکار میتافتی Ай аввал баъди гови хеле шидам. Оли дилам ларзидест ай ба худо. رفتیم Кишна шидам ки. خب بخریم ما هم گشنه شدیم و خب ای پشت کامره بچه مردن گشنه گیده زفتر کدگی نیست خیلی Монда шидам бачаҳо. Басай. بگینون رزه که نون یا بسم الله وای قجوشه اکی بردین تانیستیستن راست شب بگیم فقط نه راست کراکا شب. تازه خشرو همی سس جنبی دیل ما گرفت ولی تز ما میدونی که بردین یگانجا رفتنی بشم که ما در 4-5-6 ساعت در کار ما خوشتا کنسنتراسیا کنم اون کار در نرمال خیلی بغزور خیلی دو پاسالداتسکی نمیتونم هیچ وقت نمیتونم من خیلی گرم شدم پجار میشم با فیلم اینا یه کرتای که خودش هوا نمیده میدونم نمیگذارم باز اخکارات میکنم آدم گپای بد میزنم ما کمتر نانی دیگر کنم شبا چی نه با فیلم خب بگید نمیدونم بگید زود که رنگ شیر شد خیلی ما یکان بار خیلی کرتا تیار کردگی نیست آمده است طبق ما این همی اکو باید نان مایده میکردم پلیبام اکو شکرابای خیلی میکنن کرتا دای خیلی نمیکنن کرتا و ای بالاش باید روغن دیگر میکردم در دروش
وای قای جوشه پریم کو بز 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 بسم الله الرحمن الرحیم اما شد کروتاب ما تیار اکو میتونه نوش جان کنه ای دستم سوخته بسم الله الرحمن الرحیم دستام ما هم با دست میخورم سوخته ما با دست میخورم بسم الله الرحمن الرحیم اینقدر تنقیدم کرده دستای ما هم از سوخت اگر به مزه بگن نمیدونم روزگم نمک نداره به نمک خیلی نمک میشود با دباوی نمک نداره خلا دیدی نمک شما دیدن نمک در سالات که نمک انداختن نه نمک 50 دقیقه ما انتظار شدیم که نمک دست بچشیم متاسفانه نمک استفاده نبرده رفت خود خیلی نمک های بالاش میریزه فراموش کردی نمک ها نکن راست بعد کمترک انداختم که سالات انداختم حیفی که زحمت ها نمک نداره 40 دقیقه ما اینجا خطی بچه های پشت میره لاو لسیده شیستیم که کی اوقات تیار میشه و که متاسفانه اگه در این حالا دیگه نمک انداختن غیر امکانه این به نمکی بدای که بسم الله نرمال نه خیلی نمک نداره بردین ای خدا نرمالی نمک داره خودم این آدم هم که نمک میخوره که سلاتش گرفتش و فیرم سلات نمک کده که بود بخورم اخو سلات قطی برای مو رالش کنین نه نان شب بخوری نان شو بشه نماره که نمک نداره این قاشق قطی خوردن نمیشود از دیدگاه بسیار با لذت میتونه که متاسفانه نمک نداره مریم بانو فراموش کرد راستی گپ که نمک اندازه بله ما نمک در درونی چکه یادم براوردم نکین تازه من خوردستم با فکر من نرمالی برای یه آدمی که نرمال نمک میخورن که نمک داره نه نمک نداره بشخی نمک نداره وی سلاتاش گیره دکی بردین جان نه بالا نمک نداره بالاش خورد نمک نداره مایلی دوستان عزیز در بخش چهارم بخواین شما فکر خودتون بگیرین در کامنت بنویسین از آغاز یعنی تیارشوی قروتاب تا آخر شما همراه ما بودید یه بار ببینید که چخلای بها از نقطه نظر من دوینیم راست میگم یگان بار در حیاتم 3 نگرفتم در 4 رت که گرفتگیم دوینیم خیلی مایلی میگذاریم به بخش پنجم این مرا قو انتظار خسروای ویش قروتاب افتکش خسروای کیناگی بد این منظره رو ببینید تماشا بینید عزیز واقعا هم تاجیکستان جنت روی زمین است وقتی که مریم با اینجا میاد بی بود هوا را به حد زیبا هوای تازه آدمای صمیمی در حقیقت به حد آدمای خوب بله بله به هر خونه که وارد میشویم با یک تبسم خاص با احترام بلند قبول میکنن به حد مهمانداری میکنن واقعا مردم تاجیک مردم مهمان دوست مهمان نواز است نه دسترخوانشان همیشه شده بله 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 خطاب چخل درباره تب دیگر نپرسه که وردین که اوجه انرژی هم تمام شده است با فکرم بعد 1 دقیقه دیگر میگم خیلی یک بخش دیگه اگر همون نیرود برسونه خوب میشود بخش چهارم بعد از قروتاب بود شکرای به نمک خوردن خیلی دیگر نمیدونم دیگر چی بگم خوب بخش پنجم برنامه یا که خیلی نکنه مریم ما میگم وای بندش داده است من بگم که جاش بقپ من باید اگه سوار میشم کجا را نه جو دوره نه کنی آنم جا بخیر سوارش تمام رفته بیا همین دانشینا که بردی بیا نغمه نک بیا بشی زود بیا بپر خب بوی دور این قدر رفتم اومده بوده موزی ای مینوت دست پاچام لرزیده است با خدا چیکار کنم بشی زود مریم بلین بیا این نداره جای قپی آنم یه جای قپی اینا ایده نه اورال بشی زده است ما بخپخ بشی
чиркина. Иқа инҷиқи да ҳаёт. Чиркиям. рафтем. Се. Париди. Ман наметонам. Ай, нет. Ай, нет. Рост чи мусив? Рост чи? Не, Акибардинҷон, сараш нате ба худо. Ай, сараш нате. Наметарсам, нахафсам. Метарсам. Ай, нет. Не, Акибардин, ба худо ман метарсам. Духтара, бе, стоп. Ай. Стоп. Бихапира. Ай, не, сар метиен шумо. Наметам, ма пеш бихапира. Нет, шумо нет. Акибардин, ман мекушум тут. Бе. Ису ме пара. Ису кненша. Акибардин, баснес. Может, хватит? Ай, нет. Ира би мерава бо ахмак. Бе. Хар. Нахада балой хар бишине. Дар балой ас бишина қалан. Чӣ хеле ай, нет, ман дилам мезана. Ай, Акибардинҷон, биё. Ман мепарам моле. И ахмак наместа. Ира чӣ мегай места? Чиш. Чиш. Анака, брадам, бра. Биё обратно нарам ба худо, ман ба фук мезанам. Бра. Шумо просто шӯхӣ фаҳмидесте. Медонӣ, мне так неудобно. Бра. Накун, Акибардин. Берем, намуса берем, бра. И падар наладку, ису тарафи тепа мерава. Акибардин, моне усу напарам қатъӣ. Чих. Чу, бра. Нет, Акибардин, биё. Байндапши, мехати, байндапши. Ай, мардуме. Акибардин. Ай, мардуме. Нет. Байндапши. Не, ман мегум ки и пат. Байндапши, мехати. Акибардин. Ich merava. Биё фуром, Акибардин, ларзан гирифт ба худо. Стой. Нарав дига. Ахмак. Исур. Прямо иди. Прямо. Усу ман намефуром. Нет, Ису, не! Ай, Акибардин! Стоп, иш. Чӣ? Стоп. Чуш. Бас. Дӯстони азиз, бо она ҳамин лаҳзаи бисёр ҳаяҷонбахш Марьям Алимзода дар филми Хусури ман, ки ҳамеша дар хонадон дар қаср ҳавобаландӣ мекард, ба келин зулм мекард ва имрӯз бо ана ҳамин ҳолате аз даруни автомобилҳои қимат ба болои хар нишаста барномаро ҷамъбаст мекунем. Ин барнома Universal Lady буд. Фикрҳои шумо чӣ? Ман чандта этапи бисёр душвор гузаштам, неки ин чизое ки ҳозир ман иҷро кардам, ман ҳеҷ вақт кардагӣ набудам, лекин ба ҳар ҳол бо ҳаракат кардам ки иҷрои ҳамин корро айҳудашон буро. Хайр, баҳо шумо метиҳен, тонистам ё ки натонистам. Хуб. ҳаяҷон зиёд доштам албатта. эҳсосот хай ман хурсандам ба ӯ дараҷае ки ман айҳудаи кор баромадам. ҳам говҷӯшӣ, ҳам ин коро ва дигар коро. Бале. Аз омадагӣ пушаймон нестӣ? Чӣ ба пушаймон бошам? Дар хар сувор шудана ёд гирифтам, говҷӯширо ёд гирифтам, қуртобкуниро ёд гирифтам. Албатта қуртоб карданам ман намакдорша метавонам кардан. Бенамакш бори аввал буд. Бале. Воқеан ҳам хандидем, ҳам баробараш дар ҳаяҷон будем. Бисёр як барномаи ҷолиб шуд. Ман умедвор ҳастам ки дигар барномаҳои моро низ пайгирӣ мекунед. боз киҳоро дар барнома даъват кунем, дар коммент бинависед. تا دیدار نگهبانی همه